برای شما هم است، برای آبادی شما هم است، پیشرفت و ترقات شما نیز بابدی و نظر گرفته شده است. از راه و از برق و از آب، حالا شرایطی که ما کرده ایستادیم برای مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان، این آینده برای شما هم به اینا بد گرفته شده است. انشاءالله که خدمت شما دا میرسیم. آن مشکلاتی که هست من دیده ایستادم، شما هم خیلی غیرت کردین، راه بنیاد کردین. انشاءالله که با برقم از جانب ما سالهای نزدیک باید بیشتر انتقال میتیم به شما، برای که ما حالا دیروگاه ها ساخته ایستادیم در قسمت ولایت مختار کوهستان بدخشان، خود را تعمیر کرده ایستادیم و شما حتما میرسانیم. حتما در ظرف 2 سال از سفری که داشتم 1-2 قشلاق نزدیک سرحد علاقه با آب آشامیدنی ما تامین کردیم. انشاءالله که شما رئیسای ولسمشر با رهبرت ولایت با ساختارهای ما هم صحبت شوند، پیشنهاد کنند، هرچی امکانیتی است با کمک های خود را به شما میرسانیم. یک جان تشکر میگویم. آرزوی آن را دارم که در کشور دوست و برادر عزیز ما جمهوری اسلامی افغانستان هرچی زودتر صلح و ثبات کامل پایدار گردد، که رفت آمد ما برقرار کردن خویش و اقرباگی، خب تجارت، دیگر همکاری های فرهنگی و علمی ما گسترش یابد. به شما خوشبختی میخواهم که اینجا آرامی میخواهم، عمر دراز خواهان هستم. خدا نگهدارتان باشد. سلامت باشید. سلامت باشید. یک جهان تشکر حضرت فتان. بازم خودت زنده باد، خودت زنده و قدرتت پاینده باد. دشمنت شرمنده و دوستانت زنده باد. محبت و پیروز باشید. جان تشکر.